نمیخوای بری خونه؟ جمعش کن. سلام. بله بفرمایید. ببخشید این ماشین خودتونه؟ بله ماشین منه. ببخشید من اشتباهی گرفتم. منو یا ماشینو؟ آخه نامزد دختر منم ماشینش همین شکلیه. نه این ماشین منه. ببخشید. سلام. سلام. از صبح تا حالا کجا بودی؟ نیم ساعت دیگه سر مرخص میشه. میخوای من برم دنبالش؟ نه لازم نکرده. آوردی؟ باور کن تموم کرده. پس از صبح تا حالا چه غلطی میکردی؟ اصلا این یارو کاسب هست؟ چه میدونم کسی دیگه ایرم نمیشناسه. پس تو به چه دردی میخوری؟ سلام. جلو مدرسه منتظر سهرم. نزدیکی؟ باشه. خب هیچی دیگه نداری یه 20 تومن دستی بهم بدی؟ واقعا پررویی. روزمو خراب کردی. طلبکارم هستی؟ اصلا ببینم تو سر کار میری؟ نه با اون که کنسل شد رئیسش عوضی بود. همه رئیسای تو عوضی هن. شانس منه دیگه چیکار کنم؟ حالا که چی؟ 50 تومن بهم بده فعلا. الان گفتی 20 تومن. بذار ببینم تو ماشین من برمی‌داری کجا میری؟ ماشین تو رو آمار تو مادر زنت داد. جمع کن و چرت و پرت نگو. به هوای کار من پا میشی میریم نامزد بازی؟ خواهش میکنم کاری نکردم که. سلام. 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 تو زحمت افتادی؟ نه خودم دوست داشتم. عجیبه آخه. چی این که رفتم دنبال سر؟ این موقع روز میبینمت. نگران نباش. تو اداره نشسته بودم با خودم گفتم چه خوب امروز بریم یه رستوران خوب نهار بخوریم. من و تو سر. واقعا؟ آره. این دستگاه ها خیلی حجیم و بزرگن که بعضی از مریضا خیلی دوست ندارن این دستگاه. چیزی هم که نخوردی. چی کار کنیم؟ مریم گفت دکتر خوب پیدا نکرده. چه میدونم چیکار کنیم. چه میدونم جواب نشد. وضعیتو ببین. همون که میخواستی شد دیگه. میری یه کار میکنی همیشه درست شه.
وگرنه من یه کار دیگه میکنم. ول کن این حرفا رو. چی میبینی؟ امتیاز حال میکنی جان من؟ سحر مار. جواب من ندیا. چی بود سوالت؟ یعنی هیچ فرقی برات نمیکنه؟ چی فرق نمیکنه؟ یعنی چی فرق نمیکنه؟ یه عالمه مشکل داریم. چه میدونم اگه بچه میخوایم باید آمادگیشو ببین داشته یادم باشیم. نمیاد اسلحه گذاشته باشم رو سرت حاملشی. یه جوری حرف میزنی انگارمش تقصیر منه. دو حالت بیشتره. ندارم یا نداریم؟ نداریم. اولش فکر میکردم همچی داره درست پیش میره. بچه دارم بهش این مسئله نیست. میدونی اگه برنامه‌مون یه روز این برش من بدبخت تو این میشم. وضعیت طلبکارم هستی انگار. چقدر تو پر روی. ول کن اون حوصله نداری دوباره. گوش کن. یه دقیقه گوش کن. باید همین الان تکلیفش الان؟ معلوم شه. آره الان. اصلا من برای زندگی بچه نمیخوام. تو میخوای. بچه میخوام چیکار تو این وضعیت مسخره؟ گوه خوردی وعده علکی دادی. جان جدت رو اعصابم نرو، بعداً صحبت میکنم. یعنی چی رو اعصابم نرو؟ تو اصلا متوجه وضعیت نیستی. همینجوریش من تو رو درست حسابی نمیبینم. حالا میخوای بعداً مشکلات من غور نزن. این تو مغزت فرو میره؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ تموم این بدبختی ها رو دوش منه. تو هنوز سر کار نرفتی. منم به خونه بادم هیچی نگفتم. با تو دارم حرف میزنم. ول کن اینو. حرفاتون تموم شد؟ مهمونا منتظرن ها. تموم که نه، ولی داریم به جای خوبی میرسیم. مادر تو مراسم خواستگاری که اینقدر حرف نمیزنه. خب داشتیم سنگامون رو وا میکندیم دیگه.